داستان کاراکترها پارت 2. سایمون رایلی ملقب به گوست، متولد منچستر، انگلیس. کودکی تلخی داشت، پدری آزارگر و زخمایی که تا آخر عمر باهاش موندن. همین گذشته باعث شد تبدیل به یکی از مرگبارترین سربازای بریتانیا بشه. با پیوستن به نیروهای ویژه 141 در مأموریت‌های زیادی شرکت کرد. یکی از سرسخت‌تریناش عملیات در افغانستان. اونجا بعد از به دست آوردن اطلاعات فوق محرمانه به همراه روچ منتظر تخلیه شد. اما خیانت غیرقابل تصور در انتظارشون. جنرال شپرد با شلیک یک گلوله به گوست و روچ اونها رو به قتل رسوند و بعد بدنشان رو در آتش سوزاند. اما گوست با اون ماسک نمادینش فراتر از مرگ، اون افسانه شد. داخل کامنت رو بهم بگید پارت بعدی کدوم کاراکتر باشه.